نظر می رسد که در فرم ایدئالی خوب قرار دارند و با امید موفقیت ورزشکاران تاجیک گزارش مستقیم خویش رو ادامه میدهیم. خوشوقت ایدیف ورزشکاری تاجیک در دسته وزن 71 کیلوگرم در برابر ورزشگر از کشور سربستان رقابت خواهد کرد و رخویاشویلی زبدا ورزشگری گرجی تبور سربستانی 30 سال دارد و در کارنامه‌اش این پنجمین اشتراک در گرند اسلم است ولی هیچ دستاورد ندارد. ایدیف خوشوقت ورزشگر 21 ساله یکی از جوانان با استعداد که چند مدت در فدراسیون روسیه تمرین میکرد تحت هدایت مربیش و این دومین اشتراکی خوشوقت ایدیف در رقابت‌های گرند اسلم هست و یک چیز امیدوار کننده هست که برای خوشوقت ایدیف حریف او هم حریف نچندان با تجربه و با استعداد است در رقابت‌های بین المللی ولی یک در هسته خود یا در وجود خود یک قدرت و توان خوبی فیزیکی دارند ورزشکاران گرجی تبار در صحنه رقابت‌های جهانی که بارها ما مشاهده کردیم. ببینید پرتاب بالای شانه را از جفت آستین ایدیف قپید اجرا کرد ولی موفق نشد. مربیان ایدیف هم با او مصلحت میدهند که جفت آستین یا همان سر آستین را به حریف واگذار نکند و در همان بخش کمیکت خودش یا همان قسمتی که برای او مساعد است یا مقبول است برای قپیدن از همان سمت باید بگیرد. و دومین کارد زرد جزا با خاطر برآمدن از همان چرخوجه زرد یا از همان مربع و به همین ترتیب ایدیف خوشوقت در این رقابت با دو کارد زرد جزا یا با دو شید و رو به تنزل است. به همین ترتیب پرتاب بالای شانه و سمت چپ از سوی رخویاشویلی ولی موفقیت آمیز نیست. ایدیف ولی وزاری در یک اجرای کوچیگری استفاده اصول معمولی سراپا ورزشگری گرجستانی رخویاشویلی امتیازی وزری میگیرد و در بخش کار در زمین هم کوشش میکند ولی سمت دفاعی ایدیف خوشوقت خوبتر هست. به همین ترتیب با یک وزری خوشوقت ایدیف در حال بازنده شدن هست. یک و نیم دقیقه دیگر تا پایان وقت اساسی فرصت خوبی خواهد بود و زمان خیلی زیاد هم هست برای اجرای یک چند اصول و به همین ترتیب داور چی قضاوت میکنند در پرتاب آخری که صورت گرفت از سوی رخویاشویلی. خوشوقت ایدیف در دومین حضورش در گرند اسلم در حال تجربه انداختن است ولی گمان میکنم در رقابت‌های بین المللی استعدادها همان ورزشکاران با مهارت خود را اثبات کرده میتوانند همانطور که بارها ورزشکاران دیگر سیارت در رقابت‌های با نفوذ بین المللی توانستند که درخشندگی خود را نشان بدهند. و به همین ترتیب دوستان عزیز
ثانیه‌های پایانی در دقیقه‌های قانونی هست. خوشوقت ایدیف دیگر هرچی باد میگوید و اجرای اصول رو از هر مسافه مایل اجرا کردن میکنه. ببینید موقع تپیدن خوب پسگیریبان، پایزنی و اوچیمات، ولی به نتیجه این هم با یک زدن رفیاشویلی از پای در بیفتد خوشوقت و به همین ترتیب رقابت ادامه می‌یابد. 18 ثانیه دیگر برای اجرای یک اصول مورد نظر به خوشوقت ایدیف میرسد، ولی روش‌های وقت کشی را ورزشگر گرجستان خوب می‌داند. اینجا دومین شیدو و ورزشگر گرجستان با خاطر فعال ترک داده می‌شود. 10 ثانیه دیگر تا پایان وقت اساسی. خوشوقت ایدیف یک مرتبه دیگر اجرای اصول سراپا کند، احتمال موفق شود، ولی نمی‌تواند. ببینید خسته پذیری، خستگی او احساس می شود و به هر حال با تعبیر معمولی مربیان ما و کارشناسان ما این مسابقات برای خوشوقت ایدیف تجربه خواهد شد.